اگه بهت بگم با همین یه قوطی وازلین ساده میتونی نصف لوازم آرایشی و گرون قیمتت رو بذاری کنار، باورت میشه؟ بیا تا 6 تا راز خفن بهت بگم که هیچ کس بهت نگفته. ترفند اول، ترکیب وازلین با روغن زیتون برای نوک موهاست. خداحافظی با موخوره و ترفند دوم، میخوای عطرت از صبح تا شب روی پوستت بمونه؟ اول یکم از این دوست صورتیمون بزن رو مچ دستت، بعد عطر بزن. موندگاریش دیوونه کننده. آره اینجا زانوها تیره شده؟ نگران نباش. ترکیب زردچوبه با وازلین یه کوچولو یه معجزه است. نوبت منه. واسه پاشنه‌های خسته و ترک خورده من و دوستم گلیسرین یه تیم برنده. فقط کافیه ما رو بزنی تا پاهات مثل پای نوزاد نه اما پنبه‌ای بشه. موژه‌های بلند و پرپشت میخوای؟ اما از کاشت موژه خسته شب قبل شدی؟ از خواب یه کوچولو از من با قرص ریمل به موجهات بزن تا جادوم رو ببینی. خیلی زود موجهات جون میگیرن. اما ترفند آخر، بالم لب و رژگونه کاملا طبیعی و خوش رنگ. خودم برات میزنم که مثل هلو بشی. مگه نه بچه‌ها؟ دیدین این کوچولوی صورتی چقدر کار راه اندازه؟ شما از کدوم ترفند وازلین بیشتر استفاده تو می‌کنید؟ کامنت ها بهمون بگین. یادتون نره ویدیو رو سیو کنید که گمش نکنید.